خب سلام و درود احترامات و مردم و بینندگان و عزیزان و دوستان. امید است که داریم که یک و یک شما خوب صحت سلامت و سربلند هم باشیم. دیگر نمیدونم موی کردم سیلکش نکردم. و هر حال دیگه در رمضانی فکر کنم که اگر روی نکرده باشم بعدا روی میکنیم تماشاش میکنیم. خلاص دزدیستان یعنی تاجیکستان گفتن نمیشه بلکه دزدیستان بگیم هم اشتباه نمیکنیم. تا امروز بیم معلوم گروه جنایتکارهای ممل رحمان یک کشور ساخت که دیگه در اون کشور در دیگر کشورها یگان گاو گم میشه و یگان گوسفند گم میشه و یگان خر گم میشه و یگان حیوانات گم میشه و لیکن در داخل تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان فقط تاجیکستانی گم میشه. چرا عجیب شد. اما اون انسان هایی که این خانه را ساخته ایستادن بخبرند که در این خانه خداشون یا اینکه فرزندهای خداشون یا نبیره یا اجدادان خداشون زندگی میکنن. برای چی من این سخن نگفته ایستادم؟ یک انسان بود همون را قصه شم میخوام بگم و بعد از او دیگر قضاوت شما بکنیم. یک انسان بود سالهای جنگ بسیار بگیم که یک انسانی بگیم که با راست خودش با آبرو با автомат زور با همون زمان خودش بای سلفه میزد. آدم ها میترسیدن که بای بابا چیکو کرد سلفه زد. سلفه میزدن میترسیدن که بای بابا چیگه پیشید که بای بابا سلفه زد. و جوان بود دیگه سر جوانی و چندین دختر یوشا بعضی یوشا بازوری بعضی یوشا بفند در ناموسش رسید یعنی دختریش گرفت. این قصه در همه حدودهای خودمان شدگی است. من همون را گفته ایستادم. او وقت زور در دست автомат موسکولو کچک شدگی گرد اطراف ده هم معکگویان عزیز دزدیدگی عزیز پولدار عزیز بای بابا تمام کماندیر. بعد یعنی هر چیزی که ساختن داخل خودشون همون سیستمی که ساختن همون سیستم خودشون هم زندگی میکردن و فرزندهاشون هم. و سال زمان اومد دوست автомат هم از دست رفت و موسکول ها هم از دست رفت و غیر کارها از دست رفت و زمان دختر خودش از در اومد آبوی چشم کردگی خودش غریب کم کجوده و دخترش با اوچش گشت گفت که مرا خیلی کار کرده و این خبر با پدر رفت رسید. از همه عجیبش گریه ها میکرد در کوچه سرش برداشته نمیتونست. اگه منتالیت تاجیکی بود سالی یک آدم دو آدم بفهمه دیگه دختر را کلی نمیکنه. در کوچه سرش برداشته نمیتونست. دوی ما بگیم اشک چشم میکرد
یعنی چی گفتنی و زمان میشوه که قوه از مسکول هاتون و او قوه پولاتون و غیر چیزهاتون میروه از دست. یکی اون چیزی که ساختین کو ساختاراتون این ساختار میمونه خود در دست شما، خود در دست دیگر کس. این ساختار اگر تغییر نده کو نمیتونه که شما تغییر داده ایره، فقط انقلاب تغییر میده. و مثل انا همون مرد روز میشوه در همین کردگی های خودتون و گرفتار خودتون میشه هر یک در. بعد از اون مثل این همی زور که وقتش در زور بچموزی زورین بله سوم دارین، سومی ملت با نام نلاگ و با نام و غیره و غیره و مال ملت هم میفروشین، اما پول ملت شرایط ملت در دستتون است، میتونین استفاده برین، میتونین نمیدونم با دزدی توجیک و از نلاگ های توجیک جمع میکنین میگیرین رویش میکنین میتین میدزدن آدم را بیگانه ها را پول میتین تو که دزدیتون را پینهان کنین، یعنی این کارها را میکنین. هر جایی که دستتون میرسه و از او فرصت استفاده برده شما پول میتین. پول ملت هست، پول ملت هست. با پول ملت کیف میکنه، با پول ملت خودی ملت هم میکشه با نام نلاگ و با نام دیگر چیزا گرفتگی. یکی هم روزش میشوه همون هم مال ملت هم میدزدید و یراقی ملت در دستش بود، بالای ملت زوری میکرد. یکی وقت زمان اومد پیر شید دیگه نه قوای مسکول داره بخیزه در کوچه خیچه نشان بده، نه او یراقی داره که ببرویه بگه که من فلان میکنم. اما آدم ها اکثرش میگفتن که خوب کرد، یعنی تو وقت شده فلان کارو را کرده بودی در جوانی در بیاشی ها در وقتی بایویکی. بعضی هم میگفتن بیچاره چیکار کرد، یکی ببینه که همه میگفتن قریب که خوب کرد میگفتن، یعنی اون کاری که کردی با مردم و بگیم که میگرده میویه با سرتا، یعنی که ختم را بگیم که میبینی. برای هم بهوده نمیگن هر یک خونه ای که خودت ساخته استودی در داخلی و خونه یا خودت یا فرزندت زندگی میکنه حتما. یعنی هر وطنی که ساخته استودین در اون وطن خودتون و فرزندای خودتون زندگی میکنه آینده. دیگر بگیم که خفای خودتون میشه نو وقتو، برای که خودتون هم خیلی ساختین، هم خیلی ساختار کردین و شما هم داره که قوه و توانایی که امروز کرده استودن این کارا. من فکر کنم خیلی کارها در اکثر منطقه های تاجیکستان خصوصا در ختلان شید و امروز ما میبینیم که همه قدر خداوند ختلان زدگی است. واقعا هم تمامی بیناموس از ختلان برآمده استوده است. اگر اهمیت بدین تمامی بیناموس از ختلان برآمده استوده است. تمام اینمی قاتل از هموجا هستند، تمام آدم دزدو از هموجا هستند، تمام بیناموسا در هموجا هستند. امروز هم در تاجیکستان بگیم که عیناً همین چیز شدگی است، همین بگیم که اینمی وزیرهایی که اینمی سمدارها و وزیرها و نمیدونم بانم چهار تنگه یافتین، چندین دخترای یوشا با نام خود افتوندین و نمیدونم از ناچاری و استفاده بردین و بگیم که در ناموسی او رسیدین
و شما هم تیار باشین. روز دختر دیو نبرد سرش خم میدرویه میگه که اوتا یا بابو مرا هم خیلی کردن. او وقت نداری قوه، او وقت نداری دیگر هیچی نداری. میفهمی امیره؟ نداری توانایی که بخیزی بزنی. او مسکولات از بین رفتگی است، او قوتت از بین رفتگی است، او پولت دیگه از بین رفتگی است. هر یک تت دستی گم و او وقت میدرویان میگن که نمی احوال دایم اوتا. بعد اونا وقت در یادت میاری که دخترای کسا چی کار میکردی. انا او وقت فکر که انامو پدری کم بغل وقتی گپ میشنوید که دخترش تا همی کار کردگی هستی تا کسافت و بگیم که او پدر چی میشید. اونا اون وقت تو اولی میگه که خداوند یک وعده داره که هر یک انسان برای یک انسانی یک کاری میکنه تو اون روز خودش یه بار در همون روز نغلطه از این دنیا رو خداوند نمیبره. یعنی که هر یک تا شما تا اون روزی را که خودتون با چشماتون نبینین که دخترتون یا نبیرتون انمو خیلی بگیم که در کوچه تجاوز شدگی خونه میدرویه یا اینکه فرزندهای شما دزدی شدگی یا کشته میشوند یا بیهوده تهمت قطعی زندان ها میشوند، او روزا را شما میبینید، هر یک تا میبینید. او روز شما میدوین، او روز بعد درک میکنین که او پدرها چه خیلی میسوختن برای فرزنداشون، او برادرها چه خیلی میسوختن برای اکا و دودراشون، او کودکها چه خیلی میسوختن برای پدراشون. نه وقت کودکاتون و خداتون اینمی چیزا در شکورتون در پوستاتون اگر نبینین نچشیدین همه روزا شما از این دنیا نمیری. واقعا میره میگم ای اگه میگن وعده خداوند، اما یک چیز است که را زکان پریرودا میگن. همیدی ولی میگن که گوزیدی خوی نخوی که را بوش دا بنید میویا ساعت بنید تا بجق ساعت نمیدان میسه بگریز او سه بگریز خوی نخوی او را بوش میویا دا بنید. یعنی خودت همون کردگی تا خودت بو میکشی. ای پروستا زکان پریرودا است. عادی ترین مثال خاتمه میفهمونو که در همون خونه میشینی جرت میگوی که و او جرت فرزندات بو میکشه، خودت بو میکشی، زنت بو میکشه، اوتات بو میکشه و اوچات بو میکشه اگر در اوجا باشه. یا خیلی تفس میکنین که استاکا کی کاد میگن خونه بو میشه میگه بخی تیر زراوی که پریستاوید که کی قرق گوزی ترا یک آدم بو میکنه. یعنی ای وطنی که ای قدر ریدستی که انا که بدون که چند قبول میکنه. یعنی خودت بو میکنی، یعنی خودت در همون زکان پریرودا است، ایگ ریخته نمیشه. یعنی هر کاری که کردی از اون چیز خودت هم بگیم که همون میچشی دیگه ایلوج نداری. یعنی او را نچشیده دیگه ایلوج نداره. میفهمی میره دیگه ایلوج نیست. برای همون اون کاری که شما کرده ایستادین من فکر نکنم که این با فخر شما باشه. من فکر نکنم که با فایده شما تمام شود عاقبتش. البته که با ضرر شما هم تمام میشه روزش. وقتی در فرانسه ما خطی ممالی کشتل با کشتل شدیم رو پروی ما اخران اومد که اخرانش در خونه موقع در خونه بابام پشتی زندگی میکردم جوره اماکیم بود. میفهمی امیرم؟ ببینه که یا چند بار اماکیم زدگی شایده مایده کش همون خلاص. یعنی جنگ که زدگی اماکیم یا زچومار نی اماکیم بود. یکی اخران پرزیدنت شد اومد زکان پریرودا را بینین اماکیم چند خور زدگی است او اومد قطیما رو باروشی. میفهمین امیره؟ یعنی او همون وقت دوخش نمیرسید در اماکیم دست برداره، لیکن دوخش رسید که روز شما دما دست برداشت. این زکان پریرودا است. خوی نخوی هر کاری که میکنی و روزش میشه خداوند هم تمیه رو باته بگیم که میچسبونش.
و او چیزا خودت میچشی. و همون برادرها در امازون بیشو گم نمیزنم بگیم، همون برادرها، همون دوستو، همون هموطنو که یعنی فکر نکرده کار کرده ایستادین، اصلا بگیم که بفکرانه رفتار دارین، نه حتما این چیزا بدونین که و وقت ساعتش میشوه که یعنی همون چیزها برای خودتون برمیگرده میآید. این یگان جایی بگیم که فند فریب یا چشم بندی یا نمیدونم این گپ نیست که من گفته است باشم برای نصیحت شما باشه یا برای چیزی شما باشه، نه که اون چیزی هست که من دیدم گفته ایستادم میگم که همون بایویک بود، همون بایویک های شما بود، و همون بایویک شما بگیم که تجاوز کردگی به چند دختره و عاقبت اومد دختر خودش. برای چی؟ برای که همین خیلی سیستم را شما جاری کردین، یعنی تجاوز کنه به اجازه میموند، کسی پولدار باشه پول میده تجاوز کردن میگیره، بچه دپوتات، بچه رئیس، بچه فلانی را هیچی گفته نمیتونه، نه که همون را هم خیش یک رئیس یک جیانش بود نمیدونم کیم کیش بود تجاوز کرد، اومد خونش و چش ده گفت که مرا همه خیلی کرد، مجبور کرد او را پول داد، هیچ گفته نتونست برای که پولدار بود، زمانه را پولکی کردن، سودا قانون دنیا را هم چیزی که دارین برای پول وابسته کردن. امروز توجیک برای پول توجیک هم میکشه، توجیک برای پول توجیک هم میدزده، توجیک تجاوز میکنه پول هم خلاص است. یعنی که همین سیستم را خطون ساخته نیره، از اما ازل هم خیلی ساخته. و این قیس داویدی، قوس داوید عدالت خواست از آدمو، بعد یک ده کلان آشتن گفتن کجا تو عدالت میخوایی؟ تو عدالت از جوانیت باید رعایت میکردی، نه در وقتی پیریت میخیزی عدالت میکوی. حقیقت میخواهی، حقیقت در جوانی جاری میکردی که امروز حقیقت نکوی. یعنی او تخم ناحقیقتی را شما کشتین، خیتون دختر فلانی را در ناموسش رسیدگی، دختر فلانی را در ناموسش رسیدگی، دختر 18 ساله 17 ساله فلانی را آوردی که تو مست میشیدی میآوردی او را دخترش آوردی، پدر در خونش خون میگریست نمیتونیست پیش تو بیا برو که تو میپروندیش وقتو که تو پیش ما اومدی گفته آوردی، هفته دو هفته زندگی کرد در خونت، سرش کردی برفت. یعنی مردم این گپ هم میگفتن دختر را آوردگی است، یک ده هفته زندگی کردگی است، زن اون وقت زن داشت یا نداشت؟ زن داشت با فکرم، زن گرفتگی بود یا نه بعد گرفت زن با فکرم، آورد یک هفته دو هفته زندگی کرد، سرش داد برفت، معقول نشیدی گفته. چندین دختر بگیم در ناموسش رسید و ساعت شما دختری بوده رسید. همون وقت هم نوعدالتی که خیچون ساخته بودن و در همون نوعدالتی بگیم که خیچون چکور کردن زندگی میکردن، در همون نوعدالتی. همین مسئله پول قطعی حل میشید یا وقت زوری قطعی حل میشید، زمان شید پول قطعی حل شد. میفهمه نمیره اومد او خیشی کدام پول دار است، پول دادن، امکیش تقاییش کم کیوش بر اومدن ملیسو دافتن که جیانی ما است، هیچ که هیچ نگفت و در همون منطقه میگشت ماشین قطعی در لب جبور شیشتگی همون مردک میدیدم را دخترش تجاوز که اگه میدید. یعنی ببینید زکون پریرودا چخیل نکزد میکرد. این تجاوز کردگی دخترها را آتش ای را میدیدی چی گفته نمیتونیست، دختر ای را تجاوز کردگی میگشت که چی گفته نمیتونیست، دیده خون میشی. یعنی توچ بگیم که خدا هم خیلی نکزدش میکرد. یعنی زکون پریرودا توچ نکزد میکرد.
میگشت ماشین قطعی میدیدی چیش گفتن نمیتونیش. برای چی؟ برای که زمانی ای زور بود و ای را زورش از دست رفت، اونم جوان زور شید، اونم کودک زور شید که ولی او تولد نبود شاید در زوری ای، او تولد شدگی نبود که ای زور بود، یکی تمام کرد، قوه از دست رفت و او جوانی تولد شد، کلان شد، زور شد. برای که امکیش اون تشکیم کیش پول داره. برادر حالی سهراب ظفر نامعلوم است، نسیم جان نامعلوم است. بگیم که همیو دزدیدگی هستن، بیرن از دزدی دیگه چی کار نمیکنن. اگر هر جایی که هستن نیستن، مهم یک چیز ایوتونه برونه که سهراب ظفر، نسیم و دیگر انسان ها، شاید فردا ما نباشیم، دیگریش نباشه، بس فردا دیگریش نباشه، یعنی با پول ملت هازی من مسئله را سر همی آورده استودم گپا، یعنی همین مسئله همی است. و او انسان ها برای وطن گفتن. هر وقتی که یک انسان سهراب ظفر میگه، اول یک بار با چشم فرزندوتون بینگرین، یک بار چشم فرزندوتون را نگاه کنین که سهراب ظفر برای آینده فرزند شما جنگید، اما شما پدری اما فرزند هستین، برای آینده اینا فرزند جنگیده نتونستین، برآمده نتونستین. سهراب ظفر برای فرزند شما را آیندهش غلام نشوه، مردیکار نشوه، در بدر نشوه گفته، کشته نشوه در کوچه ها گفته، سهراب ظفر میدان برآمد. بگیم که اینا حالی در کجا هست چی هست بگیم اون نامعلوم، یعنی برای تو کرد، برای آینده تو کرد، برای آینده فرزندت کرد. میفهمی میرم؟ و این سوال باید در برای هر یک تت سخت باشه، نه تنها سهراب ظفر بلکه برادر نسیم، برادر بگیم که مقصودی برای ما دیگر برادرایی که هستن، برای آینده فرزند شما جنگیدن کی وطن نمیشوه. ای بچه ای وطن نیترشید رفت. میفهمی نمیرم؟ برای همو روزش میشه پرستاوید کنه سهراب ظفر مثل که واسه خیس جنگیدم خلاص، واسه قهرمان میگوی، یعنی واسه برای ظلم خیست میگویم خلاص. همون زمانی واسه بدگی ها، همون لیسک هایی که هستن، همون لیسک های واسه، او میگفتن که تزیدی شاه خیستی، عدالت شاه را گرفتن کشتنش. میفهمی میره؟ را گرفتن کشتنه که امروز قهرمان، امروز تو را قهرمان میدونیم خلاص. شاید هم بابا کلون زیدی واسه بود، اما میگن که تاریخ عدالت خودشه نشان میده، تاریخ عدالت خودشه نشان میده، تاریخ عدالت داره. و ببین شاید بابای تو میگفت که واسه دشمن است، بابا کلونای تو میگفتن که واسه دشمن است، خوین است، می جنگیدن زیدش، خوین میلاد میگفتن، کفتکو میکردن، میفروختن او را میفتن. و یک گروه باباتون بودن که در خدمت شو برفتن، واسه را قبیدن آوردن کشتن. یکی امروز وزی برامو امیرا نبیروش و چبیروش وزی است در ازبکستان و در ترکیه و در افغانستان. بته تاریخ واسه را بگو هم خوین بود. نسل امیر میگه که نه خوین نبود، این برای عدالت خیست. بته همی سوالا نسل امیر میگه که برای عدالت خیست، یعنی که او را خوین گفتن. نه که همون وقت بدن همون امروزه پریداتیلو برای اینکه برای پول، برای که شاه او را بگه احتزوری نمیرفتن تاجیکو را میکشتن یا دیگریش هم میکشتن. این نمی احوال بود، امروز هم همون احوال است. اما روزش میشه که همین انسان ها دست داشتگی پدر خودشون قاتل میدونن، همین کارو را کردگی انسان ها را قاتل میدونن. و امروز هم کدام واسه را برده کشتگی است، او قاتل است، او دشمن است که واسه را کشت، قهرمان ملت را کشت. کدامی که قهرمان ملت را میکشه او قاتل است. خلاص یعنی واسه امروز قهرمان ملت تاجیک است. بله قهرمان ملت تاجیک کشت کی؟ امیرعلی خان بود. خلاص
ایرا با فرمانش کشتن او قاتل قهرمان تاجیک است بله قاتل است خلاص کدامی که در این چیزا بودن او را قاتل مینامن دشمن مینامن برای قهرمان نکشت برای همون انسانایی که امروز بیناموسی را پتکلوچت کردگین تنه تو تاینامو هستی تو بابوش هستی نسل تو هست نه که سهراب قهرمانی او است با سهراب میفخره با تنه نه با توری بابوش میفخره نه با توری بگیم که اوتا میفخره با توری انسان نمیفخره و کدومید که در جنایت ها دست دارین شما هم یک قاتل هستین خلاص با نسل خودتون مثل همون نبیرای امیرالیم خان امروز سر برداشته گشته نمیتونن اون کاری که باباشون کردگی در ترکیه در دیگه جو ما میگه ادی تاجیک هستیم ادی دختر تاجیکم ادی نبیت ادی تاجیکم نه تو ادی تاجیک نیستی تو نسل قاتلی تو کدام ادی تاجیک هستی تو نام یک قاتلی که میلیون ها آدم را قتل کردن آخر دا اومد روس اومدن در روبامد روس خستن روس آوردن در جاشون روس اومد زد گریخت فرق نداره او تیلو را گرفت گریخت نگرفت گریخت مهمی که گریخت برای که خلق پدشکش نمیکرد مردم ظلم بود گرم داشت زنکو رو وردگی نامجا عیشی اشرت تجاوز اینمی کار قطی بود کارش اینمی بود کیفیت بود پولی مردم انالوگی مردم جمع میکرد میورد میخرون میخورد میگشت کیف میکرد خلاص او هم از نام اسلام سوء استفاده برده گپ میزد که اسلام شمشیر عدالت داره نمیدونم باید از روی عدل ها از روی اسلام فرمان ها برآورده شود اونم وقتا اینا ملاوری کونلس اینا بگیم انسان های پست دین می آموختن می اومدن و همون بگیم که حل مسئله کیفیت شاه استفاده می بردن می گفتن که تمام گرم حلال است او قدر زن قپیده شیشتن کدومش خواهی تجاوز که نیکاه تا در کار نیست برای که این نامش گرم است همین نامش ایوه است که تمام یک قدم میگه این چی گور نمیکنه هیچ که ترا هیچی نمیگه داج خداوند هم ترا بگیم که میبخشه برای که خداوند میگه که حلال است همین جمعش کنی دختره دو تاش حرام است سه تاش حرام است نه که بسیارش کی کردی نامش گرم کشید حلال میشود دیگه شپی نمیگی به نیکو یعنی اینی درجه آورده بدن از امو ازل بگیم که نمیخل به نام اسلام این مردم آوردن نمیجه به نام اسلام فن میکردن به نام اسلام لیکن اینو اصلا یگانتش به اسلام بگیم که رب نداشتن بله داشتن علمی دینی داشتن لیکن یعنی در همون اینترنت ها دیدگه یا زاغ گب میزنن یا زاغ گب میزنن اما آدم هست نه زاغ هست نه که پروسا گب میزنن خلاص همچنان همویه که مثال گیرم یک انسان که یک علمی دینی یک قرآن دانست و منوی را نداره مسلمان است نداره منو را که مسلمان است میفهمه نمیره مسلمانی یکو نشونه ای نداره که بگوی که مسلمان است و میتونه لبو انسان شما را باموزه بیا فن کنه گریه کنه در پیشتون نوله کنه سجده کنه نماز بخونه نمیشه بخیزه یک انگلیچن میدونین 40 سال در کعبه پیش نماز شدگی است انگلیچن 40 سال در کعبه پیش نماز شدگی است شب و خسته گریه کردگی است تاریخ شب خونه وقتی که نام عربا را زیدی ترکو وقتی که کنترل مکه و دیگر هم مایجو هم فلسطینی طرفو زیر عثمانی ها بدن یعنی عثمانی ها کنترل میکردن خاطری که عرب زیدی ترک بخیزونه و انگلیا پریمو امپریای ترکی قطعی دیگه بحث کرده نمیتونیست برای که به قوت بود و دوملوی انگلیچان تیار میکنن یعنی 40 سال در مکه پیش نماز میشود بعد آخر اوستا همه ای امام دا ایمان آوردن بعد امام انگلیچان دا امام انگلیچان اوستا سلوخ راست پرستراینت میکنه که چخیل ما عربیم دین از ما از پیغمبر عرب است ایجا ترک میویا بگیم کنترل میکنه یعنی ما پیغمبر نسل پیغمبر زیر ترک هستیم این چی گپ است همه خیلی چی خطی
بگیم که عربا رو وازبوجداد میکنن، میخیزونن، ترکو قطعی جنگ میکنن، ترکو را سر میکنن، ترکو شکست میخورن، میبروین از منطقه عربی. خیلی عربو انگلیچانو سنابجات میکنن، یارو قطعی عربو را بزنین گفته میزنن سر میکنن، بعدی کشیدن، بعد بگیم که دوملا هم گم میشه و بعد انگلیچانو میگن که تو امروز دوران زیر دیگر انگلیا و امریکا دیگه کنترل امود است. خلاص بیار با ما را مثال بیار که همین مکه در کنترل یگان مسلمان است؟ نیست. همون خودی منطقه کعبه در کنترل امریکا است. یعنی سمستیت نیست، نداره همین چیزا درست درک کنین، یا بر تاریخ شب بخونین درست درک کنین که همون کی اونجا را کنترل کرده ایستوده است، کی است. او شما نبینین که نمیدونم، ببینین نمیه مسجد دوملو دوره، شما فکر میکنین همو مسجد های دوملو است؟ نه، مسجد زیر کنترل دیگر حکومت KGB و امنیت است. اونجا ملا فقط همو میدروی گپ میزنه، خیال میکنی که نمی صاحب مسجد ملا است، نه که اون ملا صاحب مسجد نیست، صاحب مسجد امنیت است، KGB اونجا KGB کنترل میکنه. این هم خیلی خبر است، یعنی که صاحب مکه اگون عرب نیست، صاحب مکه انگلیا است، انگلیا و بگیم که اسرائیل. تو امروز نما حجی که میکنی نم فایدهش در اسرائیل است، میفورد یا نمیفورد. فینی که نمی رمضان دا میخرین هم کلی کنترلش در اسرائیل است. لبوی چیزی در همین انسان نیاز داره، یعنی در دست هم امریکا و انگلیا و اسرائیل است. هم سه کشوری است که سه چیزی است که انسان را بگیم که چوت که کنترل کرده ایستوده است. نیست جایی که بگیم او انا گپ چپ زنیم. فهمیده؟ برای اما بسیار چیزا را با مطابق اگر چی نگاه کنی بسیار همون انگلیچانو نوشتگی هستن. انگلیچانو حقیقت تدیده با مسلمانی را زورتر میفهمن و بگیم که زورتر می نویسن. یک انگلیچان دیگه 20 سال در افغانستان نماز خوندگی است، پیش نماز شدگی 20 سال 25 سال در افغانستان پیش نماز شدگی است. یک انگلیچان دیگه هزارها فتوای جهاد دادگی است، هزارها دمو مردگی هستند. میگم کوخه، یعنی که ما برای چیزی همین چیزا همین پاپی که در همینجا میشود هفت پشتی او را می آموزن کی است چی است، باید او را بگیم که در او سیستم دینی قبول میکنن، مثل اونه که در امنیت چخیل قبول میکنن. کام خیلی است در وقتی سریعگون محکم شدگی دوری و تات که جدا و چت کیه و آمد کیه قبول میکنن. ادو توجیکستان ما فرق نداره. اومده سید مکرم یگان چه یگان تد میشناسین؟ نه. حاجی میرزا را میشناسین؟ نه. ایشانی با تکستا میشناسین؟ نه. هیچ کسی نمیشناسین کی هستن چی هستن، تاریخی و کی است، تاریخی و چی است. اومدن و فقط مود زور گبزنه شید، مود گریه کنه در وقتی گبزنی زور گبزنه تمام. مهم گبزنیش است، اما نمیدونیم که او کی است، با چی مقصد گبزده است. اینه خیلی دوستای عزیزم. خلاص در برای سهراب و کمین قصه‌ای که من گفتم عیناً ربط داره در همون قصه سهراب. یعنی هر چیزی که تاجیکستان ساخته ایستاده است فکر نکنه که یعنی در این چخال چاهکن زیر چاه میگن کو، یعنی فکر نکنه که در این چاهی که کنده ایستادن نبیرای خودشون نمیغلطه، فرزندهای خودشون نمیغلطه و غیره چیزو. یعنی که آسیاب به نوبت است، آسیاب به نوبت است. و امروز که شما زور بکنین، من براتون عادی ترین مثال آوردم و همیتری حادثه یک قشلاق یک منطقه ما یا همسایه قشلاق ما داشتگی نیستیم. این حادثه همین حادثه را ببینین، هر یک قشلاق همین حادثه شدگی است که بایوی که با تجاوز میکرد. بگیم اون یک دخترک است که در دوران وانو در دوران دیگر رقص بازی و ترسیک و لفچوک، یعنی که بیشو بیمانی میگرده، می نویسن که آتش فرونتی خلقی بود. میگه فرق نداره فرونتی خلقی بود فرونتی نهضتی بود، همین هر دش گناهگار هستند در همین چیز. هر دش زدن نمی روز دو وردن توجیکه
بگیم که اونا ببینین دخترشه، آزادی خواستن آوردن اون احوال دخترش، اون ما احوال دخترش. ما یک مینتالیتی تاجیکی داریم، این چیز فراموش نکنین، این مینتالیتی تاجیکی را. اما دخترهایی که در تیک توک و در دیگر جا میشینین، یعنی مینتالیتی تاجیکی ما یکی هست که بشینین، نه که اما وقتی که شما یک حالتهای نمیدونم بدن نشون دادن یا دیگر کارو میکنین، شما همو فویشه این تمام، دیگر شما را قبول نمیکنه دیگر جوانو، هیچ کس را قبول نمیکنه. یعنی او اروپا و امریکا نیست که زیبایی ترا ببینه، زیبایی تنه تا ببینه بگیره. و اون مرد در بار تو زندگی نمیکنه که در تنه ترا در اینترنت ها هم دیدگی است، او زندگی نمیکنه. یعنی این مسئله را دیدن در کره. او من بکنین کوخنی لباسی تاجیکی نشون بدین، لباسای تاجیکی هستن بعضی دخترها ما میبینیم، باور کنین. گرچند بگیم همون طرفدار امام علی و تبلیغات امام علی در کار دارن، نه که وقتی لباسی تاجیکی میپوشن، چکن، اطلس، بگیم آماده کردن طعامای تاجیکی، توپا، اوتالا، لغمن، قروتوب، شکروب، بگیم بسیار چیزای خوراکای تاجیکی در همون چیزا آماده میکنن، میبینیم که من میگم اینو خیلی ببین، اینو ببین آخه. همچنان میبینی حواست میکنه، همچنان میبینی میگوی انا می دختره بگیرم، توپای خشرو میکرد ازم، توپا را دوست میدارم، فقط یک تیزوه که توپا قطعی قلم فرقه بزنی دیگه. ها؟ یعنی که این خیلی است. بکنین چیزی خوبی تاجیکی نشون بدین، فرهنگ خوبی تاجیکی نشون بدین، در سراتون رومولوتون باشه. ما مدنیتی بگیم که یک چیز داریم، یک کرتا چکن، اطلس، نمیدونم لباسای تاجیکی، مومگی، یک چیزای نشون بدین که مال خودمون باشه، خیلی باشه. او یکی میبرویم و احوالاتون احوال دیگر نمیدونم که بعضیتون گلوتکتون رنگ مردک گوری دریدگی آواز مردک گوری کده به حال شو هم زنه که این ترا کی میگیره، ترا با خودم مالیش نه، ترا در سگم گرفته نمیتونم، ولی که خودموسو بیشتر در همه سگم گرفته نمیتونم، برای که صدای تو رفتاری تا ای سگی ما دا بدتر است. سگی من با رفتار انسانی داره، بگوی خب که خب میکنه، بیشی بگوی میشینه، اوس برا بگوی اوس میره، خو که بگوی خو میکنه. سگی ما است دیده رفتار خوب داره، حتی در سگم گرفته نمیتونم حوالت خطی در سگم. بعد میخیزن میگن که بچه های توجیک مورا نمیگیرن، بچه های توجیک مورا نگاه نمیکنن، بچه های توجیک. شما همه اتمسفیری که ریده استودین قطعی ممالی سرکردگی طرف اینه احوال آوردین و بدونین که روزه هر یک کماندیر، در یک گنرال، در یک با بیسمیلا ما میگم اینمی روزه است، با روزه قسم میخورم که نبیرتون فرزندتون در اینمی عذابایی که شما اینمی خلق داوردین که اینمی عذابو دا میغلطه، اینمی عذابو دا میغلطه. روز میشود تجاوز شوی فرزند تا میبینی، روز شود گم شدن نبیراتون فرزندتون میبینه، فرزندشون گم شدن شه، دزدیده شدن شه، کشته شدن شه، یا که نمیدونم دزبچس فروخته شدن فرزند شه. یعنی که اون همون چیزا شما میبینی. ولی یک دولت دیگه هم در همون طرفای امریکا است، برای امریکا دا بگیم شاید دولت کریمینالی است. داشتید که نه؟ همونجا هم همون یک ژورنالیست رفتگی همونجا ببینین این شیشه میکشه، این شیشه میکشه، همون مافیایی که تشکیل کرده فرزنداشون هم میکشه، او برای پول، برای نمیدونم ککاین. یعنی این سیستم هایی که از اینجا فرزند شما کسی شما امین نمیمونه. این سیستم هایی که ساخته داخلش در خطون هم هستی، برای هم بدونه که آن خانه بنیاد کردی در داخلش یا خودت یا فرزندت زندگی میکنه، خواهی ای را نخواهی. شاید بعضی هاتون بگریزین برای نیکی، اما نیکس کردم، اما دیگر همتون از اونجا گریخته نمیتونین، شما مجبورین در اونجا زندگی کنین، در او ساختار، در او سیستم مجبور زندگی کنین. میفهمی نمیره؟ باقی سلامت باشین، سربلند باشین، خونتون آباد باشین. از سهراب یگون خبر نیست و ما هم بگیم که
фикр карда истодем ва планора кашида истодем, яъне бояд чӣ коро кунем, яъне чӣ кор кардан дар кор аст дальнейши. Айни ҳол ҳозир тазоввуротҳо аст ва баъд аз о бигӯем ки конкретӣ бояд мулоқотҳо шава. Мо условияро мемонем конкретно. Раз ки Эмомалӣ мезана, медизда, мекиша, яъне шумо наметавонед инро террорист бигӯед ё маҳкам кунед ё вағайра кор, ё ҳукумати Эмомалиро бигӯем ки давид кунед. Вақте ки мо ҳамин корро кардем, пас дигар шумо моро нагӯед дига ин чиза. Барои чӣ Эмомалиро гуфта наметавонед моро мегӯед? Дига қоил шен ин чизда ки яъне ӯ мезана, мо ҳам мезанем. Шумо ҳамчун судя дар байн ҳеҷ кор кардан натониста истодед. Яъне давид кардан натониста истодед. Дигар чиз ва дар ӯ ҳолат хулас ҳаст, планҳо аз пеш, бигӯем мулоқотҳо аст, бародаро мераванд ва кадоми ҷо аст. Мо полный рост дигар аз Европарламенти сар кардаги тамоми ҳамун сохторое ки давои инсони инсоният мекунад, давои қурби инсону қадри инсон мекунад, хатошонро равон карда истодан бародаро ва бигӯем ки полный ҳамаш дар зери контроли бигӯем ки дӯсто бародаро ҳастанд ва маълумот бигӯем ки хабардор карда истодан. Ҳар як ҳолата мегӯянд ки хел шид бародар, не хел ҳолат аст, не хел ҳолат аст ва ҳамаи ҳолата ман гуфта наметавонам барои шумо. хулоса кӯтоҳ карда мегӯям ки ҳамаш контролда, ҳамаш аст ва бигӯем ки Эмомалӣ албатта ки зарбаша мебинад. Эмомалӣ безарба намемонад ва Эмомалӣ просто гузаронд, границаро гузашт рафт. Зарбаша мебинад. Любой хел боша, зарбаша мебинад. Эмомалиро ба дуздидан, ба қатл кардан, ба куштан, намедонам ба ғайро, яъне ки Эмомалӣ мардума манъ карда наметавонад. Ин мардум имрӯз ҳар якташ Соҳроб Зафаранд, ҳар якта Умар Алӣ ҳастанд, ҳар якта Насим ҳастанд, ҳар як бародаро дар Россия бидагӣ. Хонатон обод бошад, сартон баланд бошад. Дигар бигӯем ки хеле информатсияи больше барои шумо гуфта наметавонам, барое ки мумкин нест ин чизҳоро, аммо бигӯем ки ҳатман бигӯем ҳаракатҳо ҳаст. Як чиз не як чиз мешавад. Албатта ки мо қарздор намемонем. Хонатон обод, сартон баланд бошад. Подписатсия ва поделитсия кунед. Рамазон муборак.